سلام، روزتون بخیر. با یک ویدیو جدید از صفحه مارمارا استار در خدمتتون هستم. امروز اومدم مرکز خرید کانیون، یکی از مرکز خریدهای خیلی عالی استانبول. بریم با هم این مرکز خرید رو ببینیم. برند واکو یکی از برندهای محبوب لوازم خانگی. این هم برند زارا هوم، یکی دیگه از برندهای لوازم خانگی محبوب. این هم برند ماسیمو دوتی. این مرکز خرید 4 طبقه است، بیشتر از 110 تا فروشگاه برند داره، 39 تا هم برند غذایی و کافه داره. این هم برند ماوی، نیو کالکشن های بهاره و تابستونش هم گذاشته. این هم برند تامی هیلفیگر. برند ورزشی سوپر استر. این هم برند پنتی. این هم نمایندگی برند گپ، یکی از بزرگترین برندهای گپ ترکیه. برند کلوین کلاین. این هم نمایندگی کلمبیا. برند نیو بالانس. و این هم نمایندگی مانگو یا منگو. این هم برند مارک اند اسپنسر انگلیسی. سه طبقه پایینی که من الان اومدم بیشترشون برندهای پوشاک و لوازم خانگی هم. قسمت فود کورتش هم مثل بیشتر مرکز خرید طبقه بالا هستش، طبقه یعنی 4مش. بین طبقات هم همونطوری که می‌بینید کافه داره برای استراحت. این هم نمایندگی سوارسکی، کنارش هم نمایندگی لگو هستش. این قسمت پایینیش خیلی عالیه برای استراحت، خیلی جای قشنگیه، فضای سبز داره، کافه داره، میتونین راحت اینجا استراحت کنین و به بقیه خریدتون برسید. این هم نمایندگی برند تروی. این هم برند لوازم آرایشی سفورا. این هم نمایندگی استارباکس، کنارش هم یک کتاب فروشی خیلی بزرگه. این هم نمایندگی نسپرسو. این هم شعبه نصرت. این
اینجا هم ورودی سینماش هستش که کنار همین فودکورتشه. خب اینم از مرکز خرید کانیون، یکی از مرکز خریدهای خیلی خوب استانبول. این مرکز خرید توی محله شیشلی قرار داره. برای دسترسی به اینجا میتونین از طریق متروبوس ایستگاه زنجیلیکویی پیاده بشین و اگه بخواین پیاده بیاین 40 دقیقه راهه. اگر بخواین با تاکسی بیاین هم که باید اسم اینجا رو بگین تاکسی بیارتون اینجا. امیدوارم خوشتون اومده باشه، شب و روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون.